دوستای عزیز سلام علیکم. سنت الله میرزا هستم و امروز 19 اپریل در بازار سخاوت قرار داریم. در اینجا یک یارمارکه فروش محصولات خوراکواری و همین چیزا برگزار شده ایستاده. مردم هم آمده خریده ایستادن. نرخ واقعا هم نسبت به بازار خیلی ارزان، قریب یک برابر ارزان. کارتوشکایی که مثال 7-8 سومون در درون بازار است، در بیرون بازار در جایی که یارمارکه شده است 3.5 سومون. پیاز هم 3 سومون، همین خیلی 3.20 همین خیلی بود. سبزی 1.5 سومون. بسیار چیزا ارزان شده است. دانگی و دیگر چیزا همه چیز ارزان شده است. لیکن متاسفانه وقتی که ما نوار میگرفتیم خواستیم که هم نوار بگیریم و پخش کنیم برای شما. همون نوار ساعت‌های 1:30 بعد 2 بود یا از 2 گذشتگی بود که ما هم نوار گرفتیم و یک چند نفر از شهروندان خواستن که ما او را تازه کنیم برای که نمیخواستن در نوار چهره‌هاشون بیاید دیده بشوند. هرچند ما فهمیدیم که چهره‌های او را ما نشان نمیتیم، لیکن در اینجا مداخله کردن کارمندای ضیافت پلیسا و آمدن همون نوار را گرفته از دستم تازه کردن. هرچند ما خواستیم که شرح بتیم برای چی کار کردن، ولی برای ما چیزی نگفتن. خلاص همون نوار قبلی که داشتیم از دست رفت. حاضران دیگر رفته از همون موضع یارمارکه برگزار شده ایستاده. هر چی که دست می شود امکان می شود نشان میتیم، ولی دیگه امکان آواز دادن در اونجا نمی شود و خودتان میتونید که همون هر چی که هست ببینید در اونجا و همین ازدحام آدمان مردم که در اونجا جمع آمدن میتونید ببینید. ولی یک علامت سوال کلان است که برای چی نمیگذارن که از همین یارمارکه بگیم، از ارزان شدن نرخ‌ها بگیم. علامت سوال خیلی کلان برای من شخصا و شاید برای همه که این آورا میبینن یک علامت سوال باشه که برای چی نمیگذارن که مردم بدانن که اینجا خب نرخ نوا ارزان تر است، یارمارکه شده است. خب تشکر زیاد برای دقتتان و پیگیری کنید که من بعدش چیزی را با شاهد میشویم. خب دوستای عزیز ما از همون یارمارکه با شما نشان میکنیم. یک گزارش خوردنشی میشوند ولی دیگر صدا نمیشوند. برنامه توم خاکم برنودا توری دایدم جای بزرگ انجا فوری دایشه رانا فوری دایا مایلی میگم. خوب اگر یکم چی یافتن بعد میگیریم. یک کارمون آدمای بسیار جمع شدیم که با همون سوالی که گفتیم این زبس پنهانی و
برای که همین ثبت از دست ما نگیرن ما مجبور شدیم که ثبت باز پنهانی کنیم و که به هر حال معلوم نیست که برای چی همین کار میکنن که سال اجازه ثبت کردن نشر کردن ندادن به ما. همینجا یک دو بار هم ثبت های کردگی مونه تلفنمون گرفتن تازه کردن. بسیار عجایب کارشون یارمارکه کردن ارزانی کردن ولی نمیخواهند که رسانه‌ای شود، نمیخواهند که مردم بدانند با خبر شوند. ثبت کردن ژورنالیست ها هم اجازه نمیتن. چندین نفر از شهروندای قطاری هم که میخواستن که همین را ثبت کنند کارمندای مقامات در دستشان تلفن‌هاشون گرفتن و نوارای اخیره صورت‌های اخیره گرفتن تازه کردن پاک کردن ای تلفن‌هاشون. دوستای عزیز همین بعد یک گزارش همین یارمارکه که امروز روز 19 مارس در بازار سخاوت نمیدانم با تشبوسی که و از طرف کی برگزار شد ولی برگزار شد. نرخ کارتوشکا 3.5 سومن، پیاز 3 سومن و 30 درم، سبزی هم 1 سومن و 30 درم، 1.5 سومن همین خیل دیگر هم خیلی ارزانی. گوشت هم 48 سومن، گوشت گاو دانگی ها و دیگه چیزا هم خیلی ارزان. کپوست 1 سومن و 30 درم، 1.5 سومن. خب همین خیلی ارزانی ها لیکن همین ارزانی ها را رسانه‌ای کردن نخواستن، اجازه ندادن که ثبت شود. خب تشکر زیاد برای دقتتان. خدا نگهبانتان باشه. تلفن بزید چک سهرت چای کس یکم آمد مرا تلفن کسی او رو خیلی گفت یارمارکه هرزا شد یارمارکه هرزا با 8 سوم و 8 بود Ясно, ясно. Ясно. دوستان عزیز برای ما را راستی یک خیلی چیزی جالب و علامت سوال دارم. دیگر چیزم بود که خب این مردم چی فکر میکردن؟ کارمندای مقامات داخلی اینجا همون پلیسی هایی که بودن خب چی فکر میکردن برای ما را نامعلوم بود. فکر میکردن که ما از این اقدامی که کدام یک صاحب کار گرفته است فکر میکردن که ما شاید اگام اقوای میانگیزیم اگام کاری میکنیم
ولی خوب نامعلوم بود همین چیز که برای چی نگذاشتن که ثبت کنیم و رسانه‌ای شود همین خوب یارمارکه همین حادثه. حالا که همه مقامات و نهادهای داخلدار تلاش میکنن که برای مردم معلومات و اطلاعی را برسانند که همه چی ارزان است، همه چی خوب است. ما میخواستیم که همین خوبی، همین ارزانی را، همین یارمارکه شدگی را برسانیم برای مردم. لیکن نفرایی که در همینجا نظارتچی بودن به قول لباس‌های نظامیون پلیسی داشتن، کارمندای مقامات قدرتی پلیس ها، خوب اما نگذاشتن که ثبت شود. یک واقعا یک مقابلیتی رفتار اینا با گفتار و رفتار مقامات بلندپایه تاجیکستان است که مقامات و نهادهای داخلدار بلندپایه تاجیکستان کوشش میکنند، حکومت کوشش میکند که برای مردم همه وقت نشان بده و برسانه اطلاع و معلومات که همه چیز خوب است و همه چیز ارزانی است. ولی اینها همین اطلاع و معلومات رسانی را راضی نشدند و آمدن از تلفن های شهروندان اگرچه تکرار هم شوند ثبت های آخرین و عکس های آخرین گرفتگیشان را تازه کردند. برای ما راستی مشکل شد کمی همین جریان یارمارکه را نوارگیری کردن. ولی دوستای همینجا پیدا شدن، رفیقای برادرای پیدا شدن که از همون نوارهای گرفتگیشان برای ما دسترس کردن و ما هرچی که خودمون هم تونستیم همون قدر پنهانی نوار گرفتیم تا همین یارمارکه را برای شما فقط نشان دهیم. هدف همین بود که خوب یارمارکه شده است و ارزانی شده است، نسبت به نرخ بازار 1 برابر 2 برابر ارزانی شده است در یارمارکه. هدف ما همین نشان دادن همین چیز بود. ولی همون خیلی که گفتیم راضی نبودن و اجازت هم ندادن که همین چیز بشود و رسانه‌ای شود، مردم با خبر شود. Ya ko uchirati kartoshka xalq hadi. Aferin.